خب سلام، امین مقدسی هستم، من میشناسید و یک مدت بسیار مدیدی نبودیم. کارهای مربوط به دفاع رو داشتم انجام میدادم و الان هستیم مصممتر از گذشته. بریم سراغ ادامه کارمون. رسیدیم به chapter 2 combinations of loads، ترکیب بارها. درسته؟ من این رو ببخشید باید درستش بکنم حتما. و میرسیم در واقع به این combinations of loads، ترکیب بارها. خب میدونید که ما 3 مدل سیستم طراحی داریم. قبوله؟ بر اساس مصالح سازه شما و رفتار مصالحش. یه سیستمی داشتیم، سیستم کلاسیک بود ها، A S D. این چی بود؟ allowable، مثلا strength design. طراحی بر اساس مقاومت مجاز. قبول. حالا توضیح میدم داستانش چیه. یه چیز دیگه داریم به نام LRFD load and resistance. factor design. طراحی بر اساس ضرائب یا فاکتورهای مقاومت و بار. این از این. یه چیز دیگه هم داشتیم، چی بود؟ LSD limit state design. از وقتی که اقتصاد وارد تمامی ابعاد زندگی بشر شد، از همونجا بدبختی بشر شروع شد. داستان ASD اینه: شما میاد یک فرض بفهمید، اصلا یه مسئله مقاومت مسئله داریم حل میکنیم. یه میله داریم، درسته؟ به این شکل یک میله داریم. اینو من میام میکشم یا فشار میدم، فرق نمیکنه، با یک بار پی. قبوله؟ فرض بفرمایید یک سطح مقطع A هم دارد، طول L دارد، ماژول الاستیسیتی E دارد. دوستانی که دیگه به هر حال خودتون همه رو میدونید و استادید. داستان از این قراره که من اینجا در می آوردم میگفتم آقا P، درسته، یه باریه. باری که وارد شده میتونه حاصل چندین اکشن رو سازه باشه. اینو در جریان باشید. یه واژه‌ای هست، شما خیلی اینو میبینید، میگن actions. اینو چی ترجمه میکنن؟ میگن تلاش ها. اکشن هایی یعنی چی؟ یعنی چیزهایی که رو سازه شما اکت میکنن. چه چیزی رو سازه اکت میکنه؟ دو تا چیز بیشتر نیست دیگه، یا فورسه، درسته، یا مومنته. دیسپلیسمنت اکت نیست، حواسمون باشه دیسپلیسمنت یه داستان دیگری داره. به این دوتا، به مجموع اینا میگن تلاش. مثلا میگه تلاش های خمشی وارده بر فلان مقطع. خب یعنی چی؟ یعنی فورس ها، یعنی نیروها و مومنت هایی که جمع اینها یا برایند اینها در نهایت منجر به این میشه که خمش درست بشه توی مقطع. این از این. پس حواسمون باشه actions. قبوله؟ این پی که من اینجا وارد کردم به این میله، میخواد فشاری باشه، کششی باشه، هرچی، حاصل کل اکشن هاست. یعنی ممکنه یه نیرو محوری وارد کرده باشم، قبوله، یه خمشی هم وارد کرده باشم که در قسمتی از مقطع بیاد این پی رو در مثلا فشار تشدید بکنه یا کم بکنه ازش. درسته؟ پی نهایی حاصله رو من اسمش میذارم اکشن. خیلی ساده. این اتفاق وقتی که میفته، شما میاد میگید کل اکشن ها، اینطوری بگیم مثلا فرض بفرمایید اکشن ها رو با ACT نشون بدیم، درسته؟ میام میگم یه ACT دارم، درسته؟ یه سری اکت هایی دارم، چقدر بد شد AET شد. یک اکت هایی دارم، اکشن هایی دارم
و از اون ور چی دارم؟ یه ریسپانس دارم، پاسخ اون سازه، سالید، جامد، پارت، ممبر، هرچی المنت. درسته؟ روی قطعه اصلا داریم بحث میکنیم. پس یک ریسپانسی هم دارد. اینم با RESP نشون میدم. ASD میگوید کل اکشن ها و کل ریسپانس. میگه ریسپانس شما از کل اکشن ها باید بزرگتر باشه. خب یه فاکتور کاهشی به نام فی به این میزنم، یه فاکتور مثلا افزایشی، ببینید یه فی اینجا میزنم، فی آر، یه فاکتور افزایشی به اکشن میزنم. درسته؟ اسمشو میذارم مثلا اومگا، اومگای بزرگ، مثلا این شکلی، اومگای آر، اومگای ACT. میگه آقا یه ضریب تو کل اکشن ها داره میخوره. قبوله؟ LRFT اومد گفتش که عزیز من، ما اومدیم اقتصاد را دخیل کردیم. قبوله؟ و به این نتیجه رسیدیم که همزمان که همه بارا وارد نمیشن. درسته؟ یه سوال، بار زنده که مثلا میان میگن لایو لود، از کجا داره اومده؟ اومدن گفتن فرض کنیم روی یک کفی، حالا مثلا روی طبقه شما n تا آدم وایستادن و دارن پارتی میکنن، میپرن بالا پایین. درسته؟ یه آماری گرفته گفته اگر در تمامی سطح شما انسان وایستاده باشه که هی حرکت میکنه میره جای مختلف یا بپر میکنه، مثلا بار لایو این مثلا از این رابطه به دست میاد. خب یه بار ویند هم دارید مثلا داره وارد میشه بسازه، یه بار ارثکویک یا زلزله هم دارید داره وارد میشه، یه بار سنو هم دارید داره به سقف مثلا وارد میشه از بالا. بعد فرض بفرمایید سری بارهای مثلا هایدروستاتیک دارید از طرف خاک داره به سازه وارد میشه، ها HS مثلا بذاریم اسمشو. و فرض بفرمایید بار دد هم که داریم، بار لایو هم داریم. فرض بفرمایید که همزمان که داره برف میاد همزمان تابستون هم هست، گرادینت حرارتی داره وارد میشه مثلا. خب تمپرچر. میگه خب بابا این عقلانی نیست که همزمان مگه میتونه برف بیاد و مثلا باد بیاد و مثلا رین هم باشه مثلا، هم برف بیاد هم بارون بیاد هم باد بیاد هم زلزله بیاد هم هایدروستاتیک خاک بزنه هم دد و لایومون فول و همینطور که همزمان تابستون هم باشه گرما روی سازه شما تاثیر بذاره، تمپرچر گرادینت تولید بکنه. میگه چون اینا همزمان اتفاق نمیافتن بیاید یه مطالعه آماری بکنیم ببینیم کدوما همزمانن، خب و کدوما بیشتر زمانشون. به این نتیجه رسیدن خب دد خیلی از همه بیشتر، همیشه هست. لایو بعدش بیشترینه، مثلا بعدش مثلا ارثکویک که به ترتیب رفتن جلو. البته این که دارم میگم ثابت نیست، برای ترکیب های بار مختلف متفاوت. به خاطر همین میاد میگه به جای اینکه به کل اکشن ها اینو بزنی بیا بگو اکشن مساوی چیه، مثلا یه ددیه، یه لایویه، یه ارثکویکیه، یه ویندیه. خب من برای اینکه این سیستم غیر منطقی پیش نیاد که بگم همه بارا دارن با هم وارد میشن، میام میگم که خب حالا یه ضریب افزایشی به چی بزن؟ به این دد بزن، مخصوص این دد، اومگای دد. یه اومگا بزن به این لایو، یه اومگا بزن به این ارثکویک. درسته؟ یه اومگا بزن به این ویند مثلا. درسته؟ و این باید کوچکتر از چی باشه؟ فی ریسپانس شما باشه، فی آر ریسپانس. این فلسفه کلیه، دیتیلش بیشتر از این حرف هست. الان نه توی کامنت ها بگید که آره یه جور اشتباه گفتی. فیلاسفی رو داریم بحث میکنیم با هم که داستان چی بود که اصلا این کارو کردن، جدا جداش کردن. اینجا میبینید مثلا یه ترکیب بار 4A زده، میبینید اومده گفته 1.2 دد به علاوه یک ویند یا WT به علاوه لایو به علاوه نصف لایو روف یا 3/10 سنو یا نیم آر. خب این یاها منظورش چیه؟ میگه هر کدوم حاکم بود. مثلا تو اردبیل بار برف قطعا حاکمه. درسته؟
توی فرض بفرمایید استانهای شمالیمون عرض شود که باران قطعا حاکمه، جای پربارش. یا فرض بفرمایید یه جای معمولی داریم زمین مثل تهران، درسته؟ این لایو روف بیشتر حاکمه. چرا؟ چون مثلا معمولا بیشتر میرن مینتیننس انجام میدن روی روف. این از این. پس این ASD و LRFD بود. حالا این LSD که گفتیم چیه؟ Limit State Design. این فلسفه برمیگرده به، یا باز متأثر از اقتصاد ها. این داره میگه که آقا خیلی ساده بخوام بگم میگه قبلا لینیر بحث میکردیم، بیا در جاهای نان لینیر بحث کن. در جاهایی من اجازه میدم غیر خطی بشی، درسته؟ مثلا بتون باید ترک بخورد تا آرماتور کششی شما کار بکنه. حالا آرماتور کششی که میگیم الزاما منظور مقطع نیست، مال مقطع نیست، قبوله؟ در یک مقطع اگر جهت لنگر عوض بشه، نوع آرماتور هم عوض میشه دیگه. آرماتوری که داره به کشش میفته باید بتون اون ناحیه ترک خورده باشد که اون آرماتورها به کشش بیفتن. این از این. پس میاد میگه آقا من وقتی دارم فولاد به کار میبرم، به جای اینکه خطی باشه بیا نان لینیر هم بحث کن. چرا؟ مقاطع نازک‌تر بشه. میگه من اجازه یه سری خرابی ها رو میدم، اب نداره، مثلا تعویضش میکنیم، مثلا فیوزش میکنیم درسته؟ توی اتصالات فولادی خیلی اتفاق میفته. و در واقع تو این بخش ما داریم این رو پیش میبریم. چی گفته؟ گفته Buildings and other structures shall be designed using the provisions of either section 2.3 or 2.4. میگه تمام ساختمان ها و سازه ها باید بر اساس ضوابط بخش 2.3 و 2.4 دیزاین بشن، درسته؟ Where elements of a structure are designed by a particular material standard or specification, they shall be designed exclusively by either section 2.3 or 2.4. میگه حتی اگر مصالحت فرق داشت، درسته؟ مثلا البته این برای ساختمان ها خیلی شاید کاربرد نداشته باشه، ولی ممکنه که مثلا شما دارید آلومینیوم دیزاین میکنید، پایلان دارید دیزاین میکنید، دکل برق دارید دیزاین میکنید. خب قطعا باره ویند و زلزله فرق میکنه داستانش، و ممکنه که الزامات پاور لاین ها یا منیجمنت اونها این رو به شما منداتوری کنه واسه شما، یعنی اجباریش کنه برای شما که یه سری چیزا رو رعایت بکنید تو دیزاینتون. میگه حتی اگر با یک متریال استاندارد دیگری هم دیزاین کردی، باید اون ممبرهای خاص رو اکسکلوسیولی به صورت خاص مخصوص جداگانه یه بار با سکشن 2.3 و 2.4 دیزاین بکنید. خب یکی از کارهای خوبی که توی AC7 شما میبینید و آرزوم اینه که به همه آیین‌نامه‌های جهان سرایت بکنه honestly، اینه که توی اول هر بخش اومده سیمبل هاش رو گفت. خیلی خوبه. دوستان عزیزی که آیین‌نامه بتون رو نوشتید، خیلی دست همتون رو میبوسم. به جای اینکه یه نامنکلچر بزرگ در اول آیین‌نامه بذارید، لطفاً اگر امکانش هست در ویرایش‌های بعدی فصل به فصل بذارید، خیلی افکتیو تره. خب چی گفته؟ AAK ها load or load effect arising from extraordinary event، بارها یا تأثیرات بارهایی که از شرایط غیر مترقبه میان. D بزرگ dead load. DI weight of ice، وزن یخ، بعضی وقت بار مورد یخ هم باید حساب بکنید شما. E earthquake load، بار زلزله. F load caused by fluids with well-defined pressures and maximum heights other than those caused by groundwater pressure، بار ایجاد شده توسط سیالاتی که فشار اونها رو داریم well defined، یعنی میدونیم چجوری یا بر اساس چه رابطه ای داره پیش میره، و ماکسیموم هایتش هم میدونیم، ارتفاع ماکسیمومش رو هم میدونیم که متفاوت است با آن باری که توسط گراوند واتر پرشر ایجاد میشود، فشار آب زیرزمینی. منظورش چیه؟ آقا خیلی ساده، منابع آب رو دیدید دیگه قطعا در اطراف جاده ها و اینها، توی کارخانه ها بعضن مثلا یه تانکر آب رو روی یک تاوری میذارن،
اونجا شما باید بار فلوید یا سیال رو هم ببینید در طراحی. دیگه چی؟ FA flood load. flood یعنی سیل، بار سیل. H load due to lateral earth pressure including lateral earth pressure from fixed or moving surcharge loads, groundwater pressure or pressure of bulk materials. باری که زمین داره به سازه شما وارد میکنه و لترال هست، بار جانبی است. میتونه بار هایدروستاتیک پرشر باشه، میتونه بار خاک باشه، میتونه بار چی باشه؟ fixed or moving surcharge loads. درسته؟ ممکنه مثلا فرض بفرمایید یه سازه داریم، مثلا یه پارکینگ عمومی داریم، پارکینگ طبقاتی داریم. روی طبقه بالا فرض بفرمایید فول، طبقه های پایین کاملا خالی هن. یه ماشین سنگین داره روی طبقه بالا حرکت میکنه، یهو ترمز میکنه. این باعث می شود که اکشنی در نزدیکی فاندیشن یا ترازهای پایین تر از در واقع صفر برای سازه ایجاد بشود از جانب کانتراکتینگ خاک. درسته؟ اینو باید جزء اون کاتگوری در نظر بگیرید. L live load. LR roof live load. بار زنده بام. N notional load for structural integrity. Section 1.4. میگه یک باریست که حالت مثلا مجازی دارد، یعنی ممکنه در دنیای واقعی اتفاق نیفته، اما برای کنترل کردن چی استفاده میشه؟ structural integrity، انسجام سازه شما. اینتگریتی که داره میگه یعنی چی؟ یعنی اینکه اطمینان حاصل بکنیم فیوزها اول دارن خراب میشن. وقتی فیوزها خراب شدن به ترتیب اتفاق افتادن فیوزها در اعضایی باشه که ما میخوایم. فهمیدید شد؟ این از این. و این بار در واقع در ترکیب بارهایی ظاهر میشود که اون رو بخوایم باش کنترل بکنیم. rain load با آر بزرگ، snow load بار برف، T cumulative effect of self-straining forces and effects arising from contraction or expansion resulting from environmental or operational temperature changes, shrinkage, moisture changes, creep in component materials, movement caused by differential settlement or combinations thereof. بار تجمعی است یا در واقع باری است که افکت تجمعی چه چیزهایی رو بررسی میکنه؟ Contraction or expansion resulting from environmental or operational temperature changes. انبساط و انقباض حاصله از تغییرات دمایی محیطی و یا کاربری سازتون. Shrinkage. Shrinkage یعنی چی؟ آب رفتن. آب رفتن یعنی چی؟ مثلا میگیم یک لباس shrink کرد، یعنی آب رفت، کوچیک شد. این رو بهش میگن انقباض سخت شدگی یا انقباض خشک شدگی بتون. بتون وقتی که در واقع داره کیور میشه یه مقداری shrink میکنه. اون باعث در واقع ایجاد یک پریسترس هایی در اعضای بتونارمه میشه. moisture changes. moisture change وقتی حرفش میاد یاد چی میافتیم؟ timber. سازه های چوبی اصلا یه قسمت اعظمیشه. حالا اگر دوست داشتید یه روز شاید اگر این آیین‌نامه رو بتونیم تمام بکنیم و زنده باشیم بعدش، AWC رو براتون آیین‌نامه‌اش رو میخونم، American Wood Council، و شاید سازه های چوبی رو هم شروع بکنیم. حالا نمیدونم، باید ببینیم که بازخورد چطوریه. و اونجا در واقع میبینید که مویسچر چینج خیلی مهمه. اتفاقی که میفته اینه که ظرفیت چوب رو و مقاطع چوبی که استفاده کردید رو کم و زیاد میکنه، تغییرات رطوبت داخل چوب، و همچنین باعث ایجاد یه سری استرس های در واقع خودکششی، پری استرس ها، سلف استرست میشود مقاطع شما. کریپ، خزش تو بتون، وقتی آب بتون جدا میشه خزش اتفاق میفته. این component materials، در متریال های کامپوننت هامون. movement caused by differential settlement. یه سازه دارید، درسته، و یک پی دارد و پی آن روی خاک است. این خاک کوبیده است، این چیزها، هاشورها. سازه شما نشست میکنه، منتها اینجوری نشست میکنه، قسمتیش نشست میکنه. به این میگن differential settlement. یه قسمت نشست میکنه، یه قسمت نشست نمیکنه و باعث میشه که بعضی از اعضای شما دچار پری استرسینگ بشن. درسته؟ مثلا فرض کنید فاندیشن شما ممکن تو کشش بیفته. و اینم همینطور. or combinations thereof. ممکنه ترکیب همه اینا باشه.
یا بعضیاشون باشه. پس این رو با تی بزرگ میبینیم. wind load بار باد. wind on ice WI درسته. determined in accordance with chapter 10. تو chapter 10 یا chapter 10 شما اینو میتونید در واقع اوکی بکنید. WT tornado load determined in accordance with chapter 32. chapter 32 این رو میتونید در واقع determine بکنید. بار تورنیدو یا حالا طوفان، هوریکین، جوری مثلا گردباد، همشون and so on در واقع. load combinations for strength design. ببینید یه مسئله دقیقاً چی گفته allowable stress design ASD. بماند این که بر اساس نوع سازی شما ممکنه با ترکیبات بار فرق بکنه، یعنی مثلا فرض کنید برای فولاد ممکنه فرق بکنه با بتونار، برای این دوتا ممکنه با چوب فرق بکنه. این فیلاسوفی ها رو هم دیده. چرا دیده؟ مگه منسوخ نشده؟ ببینید ASCE 7 داره به شما کمک میکنه که سایر در واقع فلسفه هایی که در آیین‌نامه های دیگر هست رو هم ببینید، علیرغم اینکه الان ASD کسی کار نمیکنه و میتونه یه راهنمایی باشه برای اینکه چطوری یک آیین‌نامه‌ای که بر اساس ASD هست موو کنه بیاد به سمت LRFT. Load combinations for strength design. Basic combinations. ترکیبات پایه. Structures, components and foundations shall be designed so that their design strength equals or exceeds the effects of the factored loads in the following combinations. سازه ها و ساختمان های شما و همچنین اجزا و فاوندیشن های اونها باید یه جوری در واقع طراحی بشن که مقاومت اونها یا مساوی باشد یا بیشتر از ترکیبات باری که در واقع قراره بگیم. Effects of one or more loads not acting shall be considered. درسته؟ تأثیرات در واقع بارهایی هم که حتی اکت نمی‌کنن هم باید دیده بشود. ممکنه شما بگید که آقا من یه ساختمان میسازم مگه چقدر لایو لود داره، یا مثلا آدم داخلش نمیره ولی باید باز برای لایو لود هم طراحی بشه. این در واقع شما نمیتونید حذف بکنید. میگه seismic load effects shall be combined loads in accordance with the section 236. بارهای لرزه‌ای رو شما باید بر اساس سکشن 236 ترکیب کنید. یعنی ترکیبش هم حتی دست شماست. The most unfavorable effects from wind loads, tornado loads and earthquake loads shall be considered where appropriate, but they need not be assumed to act simultaneously. میگه بدترین تأثیراتی که بار ویند و تورنیدو و ارثکویک میتونه بذاره رو باید روی سازتون ببینید، اما نیازی نیست که فرض بفرمایید که اینها با هم و به صورت همزمان دارن رو ساز اکت میکنن. خیلی حرف. Refer to section 1.4, 236, 12.4 and 12.14.3 for the specific definition of the earthquake load effect capital E. میگه برای این که بتونید راحت‌تر تأثیر بار لرزه ای رو ببینید و تعریفش رو متوجه بشید، به بخش های 1 4 2 3 6 12 4 12 14 3 مراجعه بکنید. Each relevant strength limit state shall be investigated. الان اومد گفت منظورش از strength design limit state بوده. میگه هر حالت حدی relevant یعنی قابل قبول در اون کانتکست. relevant معمولا یعنی مربوط، درست؟ وقتی اینجا میگه relevant منظورش اینه که چیزی که حاکم است. Each relevant strength limit state shall be investigated. همه حالتهای حدی مقاومت که میتونن حاکم باشند را باید در نظر بگیرید. خب ترکیب رو چی گفته؟ 1.4 دد. خیلی عالی. یا 1.2 دد به علاوه 1.6 لایو به علاوه یا نصف لایو روف یا نصف 3 سنو یا نصف رین
1.2 دد به علاوه 1.6 لایو روف یا 1 سنو یا 1.6 رین به علاوه لایو یا نیم ویند. خیلی عالی. و اینجا میگه 1.2 دد به علاوه 1 ویند یا ویند تورنیدو در واقع به علاوه لایو به علاوه نصف لایو روف یا 0.3 سنو یا نیم رین. 9 دد به علاوه 1 W یا WT. Exceptions. استثناها. The load factor on L in combination 3A and 4A is permitted to equal 0.5 for all occupancies in which L0 in Chapter 4, Table 431 is less than or equal to 100 pounds per square feet or 4.78 kilonewtons per square meters. With the exception of garages or areas occupied as places of public assembly. میگه ضرایب لود زنده یا بار زنده در ترکیب 3A و 4A میتونه نیم باشد به شرطی که L0 که تو چپتر 4 تعریف کردیم در جدول 431 کمتر مساوی 100 پوند بر فوت مربع یا 4.78 کیلونیوتن بر متر مربع باشه، به جز وقتی که داری گاراژ بررسی میکنی یا مکانهایی که محل تجمع عمومی هستند. In combinations 2A and 4A, the companion load S shall be taken as either the flat roof snow load PF or the sloped roof snow load PS. درسته؟ میگه در ترکیبات 2A و 4A درسته؟ اگر اومدی از بار برف استفاده کردی حتما باید به این توجه بکنی که آیا سقف شما صاف است، فلت روفه یا شیب داره. فرق خواهد کرد. توزیع بار فرق میکنه اگر شیب دار باشه که میرسیم بهش و توضیح میدیم. اینجا فعلا ما تو چپتر 2 داریم ترکیب بار رو بررسی میکنیم. دونه دونه همه بارها رو بر اساس چپتر توضیح خواهیم داد. و همچنین یه سری دیزاین فلسفی که میرسه در واقع به چپترهای بالاتر از چپتر 12. میگه we're using WT in combination for A. خب این نیمه LR 0.3 snow یا 0.5 R is permitted to be replaced with 0.5 LR or R. میگه اگر از WT استفاده کردی در کامبینیشن 4A اینجا درسته؟ 4A ببخشید اینه. میگه اینجا اگر استفاده کردی اینجا. میگه اگه WT استفاده کردی جای این عبارت بزرگه که میگه نیم لایو روف یا 0.3 سنو یا نیم رین میتونی بگی نیم لایو روف یا نیم رین. یعنی در واقع میگه که در واقع اینو درسته میتونی با این ریپلیس کنی بر اساس شرایط حاکم. شما خودتون تشخیص اینا ببینید همش بر اساس Registered Design Professional یا RDP هست، یعنی نظر طراح سازی اینجا خیلی مهمه. توی این آیین‌نامه هم تا دلتون بخواد هی RDP رو در واقع بهش پرمیشن و پریویلیج میدهد برای اینکه خودش بره جلو و تصمیم بگیره. Where fluid loads F are present, they shall be included with the same load factors as dead load D in combinations 1A through 1,4. درسته؟ وقتی بار فلوید یا سیال در ترکیب بارتون حاضر باشد، خب ضریبی که براش به کار میبری حتما با ضریب دد باید برابر باشه در کامبینیشن های 1A تا 4A. درسته؟ Where loads H are present, they shall be included as follows. اگر H present بود توی 1A تا 4A این کار باید بکنید. Where the effective H adds to the principal load effects, include H with a load factor of 1.6. اگر H شما داره تأثیر اضافی میذارد بر بارهای اصلی 1.6 باید بگیریم. Where the effective H resists the principal load effects. بعضی وقتا شما داری یه باری رو میذاری روی سازه، مثلا فرض بفرمایید فونداسیون شما تحت خمش است، نشست میکنه، نشست غیر متقارن میکنه
و خب در واقع بالا و پایین مثلا کشش و فشار بوده، حالا اون نشسته که اتفاق افتاده مثلا یه لول کشش رو کم کرده. بعضی وقتا بارها باعث ایجاد مقاومت در همدیگه میشن. ممکنه مثلا باد بیاد بار هایدروستاتیک خاک در مقابلش مقاومت بکنه. میگه وقتی این اتفاق افتاد و دیدید که بار اچ شما داره رزیست میکنه بارهای اصلی را، درسته، اون موقع باید چیکار بکنید؟ لود فاکتورش رو بذارید 9 دهم. درسته، اگر اچ دائمی باشد، درسته، اون موقع میتونید چیکار بکنید؟ لود فاکتور 0 براش بذارید. درست. آره. بله. بسیار عالی. Each relevant strength limit state shall be investigated. ببین باز داره تکرار میکنه. آقا همه حالات حدی مقاومت باید بررسی بشود. همه حالاتی که حاکم است. ممکنه یه سری چیزا حاکم نباشه، ولی برای سازتون باید بررسی بکنیم. مثلا ممکنه بار آپلیفت خیلی برای سازه های عادی زیر میدرایز حاکم نباشه، قطعا برای سازه های بلند حاکم است، باید بررسی بشه. Load combinations including flood load، اونایی که بار سیل درشون هست. When a structure is located in a flood zone, section 531, the following load combinations shall be considered in addition to the basic combinations in section 231. اگر فلاد لود داشتید و در فلاد زون بودید، اون موقع باید این کامبینیشن هایی که میخواد بگه رو در نظر بگیرید. علاوه بر این که در واقع کامبینیشن های 1A تا 5A رو دارید برای سازتون در نظر بگیرید. میگه in V zones or coastal A zones. اون زون بندیش رو تو جدول 231 در واقع توی یه جدولی 531 آورده. میگه در زونهای V یا زونهای A ساحلی coastal، درسته، چی باید باشه؟ یک و دو دهم دد، یک ویند، دو تا فلاد لایو و نیم LR، سه دهم اسنو یا نیم آر. خیلی عالی. 9 دهم دد، یه دونه ویند، دو تا فلاد. In non-coastal A zones، در زونهای A غیر ساحلی، یک و دو دهم دد، نیم ویند، یه دونه فلاد لایو، نیم لایو روف، سه دهم اسنو یا نیم رین. 9 دهم دد، نیم ویند و یه دونه فلاد. Load combinations including atmospheric ice and wind on ice loads. When a structure is subjected to atmospheric ice and wind on ice loads, the following load combinations shall be considered. ببینید بعضی وقتا atmospheric ice که میگه منظورش چیه؟ بعضی وقتا اینقدر هوا سرده که مویسچر یا رطوبت داخل هوا به صورت یخ روی سازه شما چی میگم بهش، تبلور میکنه، همچین حالتی، درسته، یا solidify میشه، جامد میشود. مثل این که من مثلا یه دونه فرض بفرمایید که سکوی نفتی دارم در مثلا منطقه قطبی و انقدر هوا سرده که روی این پایه های مثلا ستیل هم باشه، فولادی باشه، روی پایه های فولادی این سازه من یا روی ستونهاش، در واقع روی پلارهاش، اتفاقی که میفته اینه که این مویسچر یا رطوبت هوا یخ میزنه. این از این، درسته، اتمسفریک آیس. بعضی وقتا ویند آن آیس دارید، درسته، و اینها رو باید، اگر این اتفاقات افتاد، باید این ترکیبات باری که میخوایم بگیم رو هم در طراحی در نظر بگیرید. 1 و 2 دهم دد، 1 و 6 دهم لایو، 2 دهم دی آی. دی آی چی بود؟ یادم رفت. دد آیس، weight of ice، وزن یخ، و 3 دهم سنو. یا 1 و 2 دهم دد به علاوه لایو به علاوه دد آیس به علاوه ویند آن آیس و 3 دهم سنو. 1 و 2 دهم دد به علاوه دد آیس، 9 دهم دد به علاوه دد آیس به علاوه در واقع wind on ice. خب من با اجازهتون همینجا میبندم این پارت رو. متشکرم که تماشا کردید. ما رو لایک و سابسکرایب کنید، به دوستاتون هم معرفی کنید ما رو. به زودی شاید یه دوره جدید در واقع شروع بکنیم توی کامیونیتی، حتما جلوتر اطلاع خواهم داد. مرسی که ما رو تماشا کردید.